أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب کتاب ریاض الصالحین حدیث 419. امام نووی در زیر حدیث 419 این حدیث را آورده است، میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، و از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم لما خلق الله الخلق، زمان وقتی که خلق الله الخلق آفرید الله سبحانه و تعالی مخلوقات را، با وجود آورد الله سبحانه و تعالی مخلوقات را، کتب فی کتابین، نویست الله تبارک و تعالی در کتاب، در پارچه ورق نویست الله سبحانه و تعالی که فهو عنده فوق العرش، فهو پس همون کتاب عنده در نزد الله سبحانه و تعالی است، بالای عرش ده، فوق العرشی در بالای عرش است. در همون کتاب نوشته است که این رحمتی تغلب غضبی، هر آینه رحمتی من غالب می آید غضبم را، یعنی رحمتم بسیارتر است از غضبم ده دیده، رحمتم غالب می آید غضبم را. و فی روایتین، در یک روایت دیگر آمدگی است که غلبت غضبی، یعنی هر آینه رحمتی من غالب است بر غضبم. و فی روایتین، در یک روایت دیگر آمدگی است که سبقت غضبی، یعنی رحمتی من سبقت گرفتگی است غضبم را، سبقت کردگی است، یعنی رحمتم پیش از غضبم هست. این حدیث متفق علیه است. خب این حدیث همچنین دلیل است برای اینه که الله تبارک و تعالی بالای عرش ده، زیرا اینکه فهو عنده فوق العرش، پس همین کتاب در نزد الله هست، اون در کجا است؟ فوق العرش، یعنی در بالای عرش. این حدیث دلیل صریح است برای اینه که الله تبارک و تعالی بالای عرش ده قرار دارد. خب این هست حدیث 419. بعد از این حدیث 420 و عنه قال، و از وی روایت است، از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم من رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که میگوید جعل الله الرحمت 100 جزء، الله تبارک و تعالی گردانیده است رحمت را، جعلن گردانیده است الله تبارک و تعالی رحمت را 100 جزء، یعنی که 100 قسمت، 100 جزء، 100 بخش الله تبارک و تعالی تقسیم کرده است رحمت را. فامسک عنده 99، پس نگاه داشته است الله سبحانه و تعالی عنده در نزد خودش 99 تاش را، یعنی 99 قسمش را الله در پیش خودش نگاه داشته است. و انزل فی الارض جزءا واحدا، و فرستاده است به بالای زمین یک قسمتش را، یک بخشش را به زمین فرستاده است. فمن ذلک الجزئی، پس به طفیل همین یک جزء، پس به واسطه همین یک جزء، یک قسم، یتراحم الخلائق، یعنی رحم میکنن با یک دیگر مخلوقها در بین خودشون با یک دیگر رحم میکنن. حتی ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشیت ان تصیبه، حتی تا اینکه ترفع الدابة، میبردارد چاروا، یعنی حیوانات، حافرها یعنی سنبشان را، پایهایشان را، عن ولدها از بالای فرزندهایشان، از بالای کودکایشان، خشیت ان تصیبه، از ترس اینکه آسیب برسد به فرزندش. یعنی وقتی که ما میبینیم حیوانات را که پایهایشان را از بالای فرزندهایشان میبردارند، این رحمت مادر بالای فرزندش است. این یک قسم از همون
100 تقسیمی که الله تبارک و تعالی رحمت کرده است همون است. همه تمام مخلوقات رحمتش یک قسمی رحمتی از همون 100 است. و فی روایتین، و در یک روایت دیگر آمدگی است، ان لله تعالی 100 رحمتین، هر آینه الله سبحانه و تعالی 100 رحمت دارد. الله تبارک و تعالی 100 تا رحمت دارد. انزل منها رحمتا واحدتا بین الجن والانس والبهائم والحوام، یعنی که الله سبحانه و تعالی فرستاده است، انزل فرستاده است، نازل کرده است، منها از همین 100 رحمتش، رحمتا واحدتا یک رحمتش را، بین الجن یعنی در بین انسانیت فرستاده است، والانسی و در بین انسانها، بین الجن در بین جنها، و بین الانسی و در بین انسانها، والبهائم چارپاها، والهوام و حشرات و تمام حشراتی که هست، بین همه همین مخلوقات فقط یک رحمتش را فرستاده است. فبها یتعاطفون، پس بها یعنی که با همین یک رحمت الله تبارک و تعالی، یتعاطفون یعنی مهربانی میکنن این مخلوقات در بینشان، در بینشان مهربانی میکنن با همین یک رحمت الله تبارک و تعالی. و بها یتراحمون، و با همین یک رحمت الله سبحانه و تعالی با یک دیگر رحم میکنند. و بها تعطف الوحش علی ولدها، و با همین یک رحمت الله تبارک و تعالی تعطف یعنی مهربانی میکند، و الوحش یعنی وحشی ها، درنده های وحشی، علی ولدها بر فرزندهایشان، بر فرزندشان با همین مهربانی میکند. و اخر الله تعالی 99 رحمتا، و نگه داشته است الله، به تأخیر گذاشته است یعنی نگه داشته است الله سبحانه و تعالی 99 رحمتا، 99 رحمت دیگر را، یرحم بها عباده یوم القیامت، رحم میکند الله سبحانه و تعالی بها به همو باقی مانده رحمت، عباده بندگانش را، یوم القیامت در روز قیامت. یعنی یک رحمتش در بالای تمام مخلوقات است. پس ما میبینیم مادر رو چقدر به فرزند رحم دارد و مهربان هست. پس تصور که 99 تا این فقط برای الله تبارک و تعالی است که الله میگه اون را من استفاده میبرم بالای بندگانم در روز قیامت. این حدیث متفق علیه است. حدیث متفق علیه است. و رواه مسلم ایضا، و روایت کرده است همین حدیث رو مسلم همچنین، من روایت سلمان الفارسی، از روایت سلمان فارسی است رضی الله عنه، قال، سلمان فارسی رضی الله عنه گفته است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم، ان لله تعالی 100 رحمت، یعنی هر آینه الله سبحانه و تعالی 100 رحمت دارد. فمنها رحمت بها یتراحم بها الخلق بینهم، فمنها بعد، پس یعنی یکی از همون رحمت های الله سبحانه و تعالی رحمتی است که بها به همون رحمت الله سبحانه و تعالی یتراحم یعنی که رحم میکند، بها یتراحم به همون رحم میکنند مخلوقات در بینشون، فهمو یتراحم بها الخلق یعنی که رحم میکند به همون یک رحمت، الخلق مخلوقای الله سبحانه و تعالی بینهم در بینشان. و 99 لیوم القیامت، و 99 تا دیگرش برای روز قیامت است. یعنی 99 تا اش را الله تبارک و تعالی در روز قیامت استفاده میبرد. و فی روایتین، در یک روایت دیگر آمده است، ان الله تعالی خلق یوم خلق السماوات والارض 100 رحمت، یعنی هر آینه الله سبحانه و تعالی خلق کرد، روزی که خلق کرد آسمان و زمین رو 100 رحمت، در همون روز الله سبحانه و تعالی 100 تا رحمت خلق کرد. کل رحمت طباق ما بین السماء الى الارض، هر یک رحمت، کل رحمتین یعنی هر یک رحمت الله سبحانه و تعالی، طباق ما بین السماء الى الارض است، یعنی به اندازه آنچه که بین آسمان و زمین هست، آنچه که بین آسمان و زمین چقدر اندازه هست، هر یک رحمت آن همین قدر اندازه دارد. فجعل منها فی الارض رحمتا،
پس قرار داده است از همین رحمت ها در بالای زمین یک تاش برای زمین هست. فبها تعطف الوالده على ولدها، پس با سبب همین یک رحمت، تعطف یعنی مهربانی میکند، الوالده یعنی مادر، علی ولدها بر فرزندش. والوحش والطیر بعضها علی بعض، و وحشی ها و پرنده ها بعضیشون به بعضیشون، یعنی با همین یک رحمت رحم میکنن. فاذا کان یوم القیامتی، پس هر زمانی که می آید روز قیامت، با وجود می آید روز قیامت، جدا کانه را می باشد نمیگیم، یعنی با وجود می آید روز قیامت، اکملها بهذه الرحمتی، کامل میکند الله سبحانه و تعالی همون رحمت را به همین رحمتش، یعنی که رحمت های 99 که هست، این یک رحمت قدی 10 تا، این یک رحمت قدی 100 تا می شود. پس رحمت الله تبارک و تعالی چی می شود؟ پره می شود. پس الله سبحانه و تعالی با 100 رحمت بالای بندگانش رحم می کند. فهمه؟ با 100 رحمت. خب این بود چند روایت هایی که در زیر حدیث 420 آورد امام نووی. بعد از این میگه حدیث 421 و عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى، و از وی یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت میکند فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى، در آن، فيما یعنی در آن سخنگوییش که یحکی حکایت میکند، قصه میکند پیغمبر صلی الله علیه و سلم عن ربه، یعنی از پروردگارش تبارک و تعالی. این حدیث قدسی است، زیرا که پیغمبر از الله تبارک و تعالی روایت میکند، حکایت میکند. قال، گفت، اذنب یعنی گفت الله سبحانه و تعالی، اذنب عبدون ذنبا، گناه کرد بنده گناه، اذنب گناه کرد، عبدون بنده، ذنبا گناه را انجام داد بنده گناه را. فقال، پس اون بنده گفت اللهم اغفر لی ذنبی، ای بار الها ببخش برای من گناهم را، بگذر از من گناهم را. فقال الله تبارک و تعالی، پس می گفته است الله تبارک و تعالی که اذنب عبدی ذنبا، یعنی که گناه کرد بنده، اذنب عبدی ذنبا، گناه کرد بنده گناه، انجام داد بنده گناه رو. این اذنب عبدون ذنبا، این قاله که در اولش هست پیغمبر گفت، قاله پیغمبر گفت که اذنب عبدون ذنبا، گناه کرد بنده گناه رو. فقال، پس همون بنده گفت اللهم اغفر لی ذنبی، بار الها ببخش گناه من را. فقال الله تبارک و تعالی، از اینجا حدیث قدسی شروع می شود. پس گفت الله تبارک و تعالی اذنب عبدی ذنبا، گناه کرد بنده من گناه را. فعلم ان له ربا یغفر الذنب، پس دانیست همون بنده که ان له ربا، هر آینه اون بنده پروردگار دارد، یغفر الذنب می بخشد گناه بنده اش را، و یأخذ بالذنب و مجازات می کند به سبب گناه، بنده اش را مجازات می کند به سبب گناه. ثم عاد، باز عاد برگشت، فاذنب گناه کرد. فقال، باز بنده گفت که ای رب اغفر لی، ای پروردگارم ببخش من را، اغفر لی ذنبی، ببخش از برای من گناهم را. فقال تبارک و تعالی، پس می گفته است الله تبارک و تعالی که اذنب عبدی ذنبا، یعنی گناه کرد بنده من گناه را. فعلم ان له ربا یغفر الذنب، پس دانست هر آینه او پروردگار دارد که یغفر الذنب، گناه را می بخشد، و یأخذ بالذنب و مجازات میکند همون پروردگارش با گناه، به سبب گناه. ثم عاد فاذنب، باز بار دیگر بازگشت و گناه کرد، یعنی تکراری گناه کرده و طلب مغفرت کردن گرفت. فقال، پس گفت، بار سوم گناه کرد و گفت ای رب اغفر لی ذنبی، ای بار الها ببخش از برای من گناهم را. فقال تبارک و تعالی، پس می گفته است الله سبحانه و تعالی که
اذنب عبدی ذنبا، گناه کرد بنده من گناه را، فعلم ان له ربا، پس دانست هر آینه اون پروردگار دارد که یغفر الذنب، می بخشد گناه را، و یأخذ بالذنب، و مجازات میکند به گناه. قد غفرت لعبدی، پس واقعا بخشیدم بنده ام را، فلیفعل ما شاء، پس انجام بتید آن چیزی را که میخواهد. حدیثی چی است؟ حدیثی متفق علیه است. حدیثی متفق علیه است. و قوله تعالی، و سخن الله سبحانه و تعالی که در آخرش گفته است، یک جای اشکال میشد برای بعضی ها. فلیفعل ما شاء، یعنی پس انجام بده اون چیزی که میخواهد. ای یعنی امام نووی میگه که معناش همین است که مادام یفعل هکذا، یعنی تا زمانی که همین کار رو میکند. یعنی چیکار میکند؟ یذنبو و یتوبو، گناه میکند و توبه میکند. اغفر له، یعنی من گناهش رو میبخشم. فان التوبه تهدم ما قبلها، پس هر آینه توبه از بین میبرد آن چیزی که پیش از خودش است، نابود میکند چیزی که پیش از خودش است. یعنی گناهانی که اول کردگی است، توبه اون گناهان رو از بین میبرد. یعنی معنیش این است. پس معنیش این نیست که گناه کرده و رفتن بگیرد، نه، گناه بکند و توبه بکند، الله گفته است که من توبهش رو میبخشم. پس فلیفعل ما شاء همین است. خب بعد از این حدیث 422 و عنه قال، و از وی روایت است که گفت، از وی کی است؟ از ابو هریره. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم، والذی نفسی بیده، یعنی قسم به ذاتی که نفس من به دست او هست، لو لم تذنبوا، اگر که گناه نکنید شما، اگر معصیت و گناه را شما انجام ندهید ای مخلوقا، لذهب الله بكم، حتما از بین میبرد شما را الله، شما را از بین میبرد، شما را نابود میکند الله سبحانه و تعالی. و جاء بقوم، و می آورد الله سبحانه و تعالی قوم را، و جاء بقوم می آورد قوم را، آمد می آورد، یذنبون، اون قوم گناه میکنند، فیستغفرون الله تعالی، پس طلب مغفرت میکنن از الله تبارک و تعالی، فیغفر لهم، پس میبخشد الله سبحانه و تعالی برای ویها. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. یعنی که بنده وقتی که گناه را انجام داد، بعدش توبه میکند و رجوع به سوی الله میکند، الله تبارک و تعالی به چی میشود؟ خوشنود میشود. و اگر که ما گناه نمیکردیم، الله انسان‌های را میآورد که گناه را انجام بدهند و توبه بکنند و خوشنودی الله را به دست بیارند. خب این است حدیث 422. خب تا همین جا این درس کفایه میکند. حدیث 424 ان شاء الله درس آینده. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.